سلام. 2 ایون در دادگاه عالی روسیه در مسکو با پیشنهاد وزارت عدلیه این کشور مرافعه دادگاهی جنبش عمومی روسیگی مهاجران کاری تاجیک برگزار شد. وزارت عدلیه پیشنهاد کرده بود که فعالیت این سازمان تاجیکان مهاجر در روسیه بسته و ممنوع اعلان شود. رهبری این سازمان را کرامت شریپوف، یکی از حامیان حقوق مهاجران تاجیک، بر عهده دارد. کرامت بخوایویچ، شما چند ساعت پیش از مرافعه بیرون آمدید. نتیجه آن چگونه است؟ سازمان را بستند یا چی طور؟ درباره بسته نمودن جنبش مهاجران مهنتی جمعیت امروزه فقط دلیل ها نداشتن و هرچند اونا پیشنهاد نمودن که برای آن پیشنهاد آمدن آنها اشتراک نمیدن، این بود یگانه فکر بستن این جمعیت بود و موافق قرار خود، موافق گفتای در هنگام جلسه سودیا این پیشنهادهای از طرف نماینده های جنبش مهاجران به نظر گرفت و تکلیف نمود با یکدیگر فهمی و دوام دادن کار در آینده و سودیا تیار است بعد از ماه ایول اولی ماه اوگوست 9 اوگوست باری دیگر در سر میز نشستن در جلسه سودی بالایی و از بین برداشتنی چنین پیشنهادها یکی درست نمودن از طرف ما حرکت نمودن، خطاگیری که از خطاگیری کوتاه است و اصلاح شونده است و گذراندن خودی انجمن عمومی روسیوی این در ماه ایون میگذرد و با مورد کامل مطمئن که از طرف ما دیگر خطاگیری نبود و نمیشود. آیا درست است که آشکارا صحبت کردن شما درباره ویران کردن حقوق مهاجران تاجیک به حکومت روسیه خوش نآمد؟ حالت پدخریمش یکی دامان برداری، کالج برداری از طرف ما نیست. ما در راه راست بیم، در راه راست میمونیم. نه وابسته کی با ما میره و در سر سود میشیند. برای همین اگر خواهیم که آینده همین ملت رو دیدن باید آشکارانه آزادانه سخن نماییم و رهبر جمعیت پنهان کردن وی برای من این دشمنی خودی ملت حساب می‌کند. یگام چیز رو باید پنهان نکند. تمامی هست دشواری‌ها رو باید با قسمی بالایی هم روسیه هم دولت تاجیکستان رساند تو اینکه پیش کارهای هست که امروز به مانند خوانسکی و دیگر هست از قسمای ترگوی سنتر میگیم بازارهای فروش و گرفت اونا باید در اونجا شرمندگی ما هستن ضرر نرسد با تشبوسی کدام گروه ها این پرونده را بر ضد سازمان شما وزارت عدلیه به دادگاه عالی روسیه فرستاد؟ این پنهانی هم نیست. اینا شخصانی که امروز ما گام میزنیم رابطه دادیم. این حادثه 2014 است، 6 سپتامبر که در بازار صداوت زنوزنی شدن بین گروهایی که یک گروه تاجیکی که حقوق انسانی خود را میخواست محافظت نمودن و از طرف کارمندان چاپی بازار صداوت پرانده شدن و در آنجا بودن ما است. و اونا دیدن بعدتر که وقتی فشار از طرف دادستان بعد نوشتن مکتوب‌های مراجعات‌های ما پیدا شدن اونا گفتن چی باید کرد اینو محکم کرد راشو گناه رو به سر دیگر زدن. دیگری هست شخصانی که در داخل بازار هستند اونا از حساب تاجیکان میخوردن زندگی میکردن حاج دولت، حاج امردین، حاج اسلام اینا کی بودن؟ حاج حاکم بیگ اینا برادران یک عائله با فامیل جانوفا بودن. اینا ملت را مجبور میکردن و ملت از ما آزادی میخواست و باوری کامل دارن که همین مزدی که به این هم عدلیه هم با قسمی مور و پتروف که دادند از همین شهروندان تاجیک کشیده گرفته با آنها دادن برای محافظت نمودنی کارهایی که آنها غش گردونی با کاری بد دست میزدن. اینا شهروندان تاجیکستان بودن لیکن حاضر آنها در این حالتی هستند که در پراکندگی وجود دارند. در دادگاه به طور رسمی برای بستن کدام سبب را پیشنهاد کردند؟ یکی گناهکار نمودن که در صحیفه اوستای ما نیست، در پونت اوستای نیست وجودی قبولگاه، حتی قبولگاه را آنها به نظر نگرفتند بود. دویم که درباره سیمبولیک امروزی دادنی بلانکی کاری امروزی دارن. حتی اینا هم پیشنهادی که از طرف عدلیه شد سودیا به نظر هم نگرفت.